دوستان نگاه کنید، این ماشین به خاطر اینکه هیچ وقت تو ماشینش ضد یخ نریخته، ببینید به چه روزی افتاده. ترموستاتش که باز کردم به خاطر اینکه ماشینش گرما نمیداد، باز کردم دیدم ببین رادیاتور رو نگاه کنید، رادیات کلا اینجوری سفت لجن بسته. این در رادیاتور نگاه کن. اینا هم باید شسته بشه، اینا هم داخلشون پر جرم، به اضافه این منبع انبساط. اینا هم حتما باید بشویید و مطمئن باشید که گردش آب خوب شده. شما عزیزان دقت داشته باشید که همیشه توی هر شرایطی توی ماشینتون ضد یخ بریزید. این ضد یخ حسنای زیادی داره، ضد جوش که هست، ضد زنگ که هست، ضد یخ هست، واقعا مفیده. هیچ وقت ماشینتون بدون ضد یخ سوار نشید. ممنون و تشکر.